اگر دچار استرس شدی، این پادکست مخصوص توه. چند دقیقه آرامش برای تویی که ذهنت خیلی خسته است. سلام دوست عزیزم، اینجا آکادمی رهاییه. امیدوارم که این پادکست ضد استرس به تو کمک کنه که حال و هوای بهتری رو پیدا کنی. هر جایی که هستی برای چند دقیقه از شلوغی ذهنت فاصله بگیر و با من همراه شو. اگر میتونی چشمهات رو ببند، یک نفس عمیق بکش، ریه‌هاتو پر کن، بازدم. تصور کن با هر بازدم تو تمام مشکلاتت رو، خستگی‌هات رو از تنت دور می‌کنی. یک دم دیگه. بازدم. نیازی نیست که الان همه مشکلاتت حل بشه. نیازی نیست که برای تمام نگرانی‌هات جواب مشخصی وجود داشته باشه. همین لحظه، همین حالا تصمیم بگیر که باشی و همراه این جریان زندگی بری. به خودت یادآوری کن من در این لحظه امن هستم. من در امنیت کامل هستم. اگر فکری به سراغت میاد، با اون نجنگ. فقط مثل یک فیلم نگاش کن. اجازه بده که بیاد و عبور کنه. مثل ابری که توی آسمون در حال حرکته. این فکرها دست تو نیست. تو فقط میتونی اونها رو مشاهده کنی. حالا توجهت رو به سمت بدنت بیار. اگه تنشی احساس میکنی روی شونه هات، اونها رو رها کن. یک دم عمیق. بازدم عمیق تر. ناحیه فکر رو رها و آزاد کن. اجازه بده که پیشونیت کمی آرام بگیره و استراحت کنه. دوباره یک نفس عمیق بکش. این بار تمام اون چیزی که میخوای رو تصور کن. خانواده سالم و شاد، کارات که خوب داره پیش میره و داری به پیشرفت میرسی و روابط خوبی که با دوستانت و عزیزانت داری. امیدوارم که لحظات شادی رو با اونها سپری کنی. خب حالا که آرامش وارد وجودت شده و موفق شدیم استرس رو بیرونش کنی،
به خاطر داشته باش خیلی از چیزهایی که امروز نگرانش بودی هنوز اتفاق نیفتاده. ذهن ما گاهی آینده رو خیلی ترسناکتر از واقعیت میکنه. اما تو بارها روزهای سختی رو گذروندی و از اونها موفق شدی که عبور کنی. تا الان اینجا هستی. بارها فکر کردی که نمیتونی ادامه بدی ولی ادامه دادی. درون تو قدرتی وجود داره که شاید گاهی فقط اون رو فراموشش میکنی. امروز لازم نیست کامل باشی. لازم نیست همه چیز تحت کنترل تو باشه. فقط کافیه که قدم بعدی رو برداری. همین یک قدم مثبت. یک نفس آرام. بازدمی که پر از آرامشه. دوست من، به خودت اعتماد کن. روزهای خوب هنوز در راهه.